اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم سوره مبارکه انبیا هست. این سوره نامگذاریش به انبیا هست چون که در این ذکر بسیاری از انبیاء الهی هست و این سوره مناسبتش ربطش با سوره گذشته این هست که در سوره طه خواندیم خداوند عزوجل به موسی علیه السلام پیغام دادند که اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. ای موسی فقط مرا عبادت کنید چون معبود بجز من نیست، غیر از من کسی لایق پرستش نیست. حالا در سوره انبیا گفته میشه که این پیام فقط به موسی داده نشد، این سخن برای موسی نیست. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه. به همه انبیا همین پیام داده شد، برای همه انبیا همین وحی آمد که لا اله الا انا فاعبدون. پس اونجا در سوره طه بحث دستور توحید فی العبادت برای موسی علیه السلام هست، در سوره انبیا بحث توحید فی العبادت برای همه انبیا هست. اما خدای عزوجل آغاز می فرماید این سوره را با چی؟ با سرزنش، با وعیدی که مبنی هست بنایش بر قرب قیامت است. قیامت نزدیک اما بندگان خدا از حساب و کتابشون غافل هستند. اقترب للناس حسابهم یعنی حساب مردم نزدیکه، منظور از مردم منکرین هستند. حساب همه نزدیک اما منکرین غافلند. اقترب للناس حسابهم برای مردم حسابشون یعنی وقت حسابشون، وقت پاسخگویی نزدیک اما وهم فی غفلت معرضون، حالان که اونها در غفلتی اعراض کننده هستند، اعراض میکنند، پشت میدهند، جواب نمیدند، ایمان ندارند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه. خداوند میفرماید که پیش اونها هیچ پندی از جانب رب نمی آید مگر گوش میکنند. محدث یعنی پند جدید، آیه جدید، مطلب جدید نازل نمیشه الا استمعوه مگر استماع میکنند. اما وهم یلعبون، اونها چی میکنند؟ غافلند، بیهودگی میکنند، بازی میکنند. معنیش اینه که غفلت میکنند. منظور آیه چی هست؟ منظور آیه اینه که انحماک در دنیا و غرق اونها در دنیا و غفلت در دنیا، غفلت از آخرت به اندازه ای هست که هر گاهی آیه نازل میشه، آیه که مثلا یادآور آخرت باشه، یادآور قیامت باشه، حساب و کتاب قبر باشه، آیه نازل میشه مسخره میکنه. و هم یلعبون یعنی یستمعون القرآن مستهزئین، گوش میکنه ولی مسخره. لاهیة قلوبهم، این علت مسخره هست. چرا مسخره میکنن؟ چون لاهیة قلوبهم، دلهایشون غافل است، دلهایشون معرض است. لاهیة قلوبهم یعنی معرضة عن ذکر الله،
متشاغل عن التأمل والتفهم، از ذکر خدا فراموش، از ذکر خدا غافل بدور. پس لاهیتا قلوبهم، این علت مسخره هست. و اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. حالا با همدیگه هم گاهی سخنهای خصوصی و جلسات خصوصی دارند. چیکار میکنند؟ از یک طرف قرآن را مسخره میکنند، از یک طرف با همدیگه که می نشینند به صورت خصوصی اسر النجوى. یعنی نجوا شما قبلا خواندید جلسه خصوصی را میگن، حرفی که راز باشد به کسی بگی اون را میگن نجوا. اون نجوا را، رازها را، سرگوشی ها را مخفیانه میکنند. کی این کار را میکنه؟ الذین ظلموا، یعنی مشرکین. با هم خصوصی میگن هل هذا الا بشر مثلكم، اشاره به رسول الله میکنه، میگه این نیست مگر بشری هست، پیغمبر نیست. افتأتون السحر و انتم تبصرون. به هم دیگه میگفتن که شما پیش کسی میایید که جادو میکنه، افتأتون السحر. میگفتن که العیاذ بالله پیامبر جادوگر است و این که قرآن جادو هست، شما میایید جادو را میخواهید که قبول کنید به عنوان دین. افتأتون السحر. تفسیر بحر المحیط میگه و کانوا یعتقدون ان الرسول من عند الله لا یکون الا ملکا. چند تا عقیده باطل داشتن. یکی از عقاید باطلشون اینه که اونا اعتقاد داشتن رسول بغیر از ملک نباید چیزی دیگه باشه. این میگه ما هذا الا بشر مثلكم، هل هذا الا بشر مثلكم. این که بشری هست، این رسول نمیتونه باشه. و میگویند که هر بشری، یک اعتقاد دومشون، هر بشری ادعای رسالت کرد، ان کل من ادعا الرسالت من البشر و جاء بمعجزه فهو ساحر و معجزته سحر. این قرآن را آورده، این سحر است. شما میایید سحر گوش میکنید، افتأتون السحر و انتم تبصرون، در حالی که میبینید که سحر است. اما اینها وقتی که نسبت به قرآن، نسبت به رسول الله در جلسات خصوصیشون این عقاید را اظهار میکردند، خدای تعالی اینها را برای پیغمبرش افشا کرد. جلسات خصوصی اونها را افشا فرمود. حالا رسول الله چی جواب میده؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. گفت که رب من میداند از همه سخنان، از همه حرفهایی که خصوصی میشه یا عمومی میشه در آسمان و در زمین. و هو السمیع العلیم. اون ذات آن ذاتی است که هر چیز را شنواست، هر چیز را داناست و همه چیز را میداند. اما متاسفانه به رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهای نسبت میدادن، نسبتهای ناروا. از همین نسبتهای متفاوت معلوم میشه که مشرکین خودشون در تحلیل قرآن مونده بودن که چگونه تحلیل بکنن از این مطالب زیبای قرآن، چی بگند. بعضی میگفتن سحر و ساحر، قرآن سحر است و پیغمبر چیه؟ ساحره. بعضی میگفتن شاعر، خواب آشفته میبینه، پراکنده میبینه، یک لحظه اینجاست، یک لحظه اون سر دنیاست، یک لحظه شبه، یک لحظه روزه. عجیب و غریب انسان میبینه که هیچ اول و آخر خواب با هم دیگه ارتباطی کنید. لذا قرآن مجید جواب میده، میگه بل قالوا اضغاث احلام. بلکه اینها میگویند که افترا کرده، از خود درست کرده. بل هو شاعر، یا اینکه او شاعر است. قرآن مجید همه اینها با اون معجزاتی که عیسی داشت ایشون هم معجزه بیاره. پس ببینید اینها به پیغمبر میگفتن که اشاره هم ندارید. الله میفرماید ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها.
یعنی آیه نشان داده بشه اینا میگن جادو، اون وقت عذاب ریشه‌کن برایشون میآید و خدا نمیخواد. و ما برای کتاب هستن این کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید از اونها سوال کنید کدوم زمان پر خدا فرشته فرستاده. اگر یک فرشته جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، اونا میگفتن خب این پیغمبر و موت از چی هست؟ از لوازم بشر است. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، اما سپس ما با اونها وعده خودمون را الیکم کتابا فیه ذکرکم، تفسیر قرطبی نوشته یعنی ذکر دینکم و احکام. آیا عقل ندارید؟ یعنی چنین کتاب جامع، کتاب روشنی، شما از این کتاب بهره نمیگیرید؟ اگر شما، حالا خدا تخویف دنیوی بیان میکنه، ای مخاطبین قرآن، ای امت پیامبر و مخاطبین دعوت پیغمبر، اگر شما و انشأنا بعدها قوما آخرین، برای اونها در یک منطقه از یمن این پیغمبر را فرستاد و اونها نسبت به پیغمبر خودشون تقریبا این زمانی بود چند صد سال بعد از سلیمان علیه السلام و قبل از عیسی علیه السلام، میگویند اشاره به اون جریان هست، ولی خب به صورت کلی آمده میشه که تمام انبیایی که قبل از این بودند همه را مراد گرفت. اونهایی که برایشون عذاب آمد، اونها وقتی که عذاب را دیدن فرار کردند. فلما احسوا بأسنا، وقتی که عذاب را دیدن فرار کردند. اذا هم منها یرکضون، یعنی یهربون، یسرعون، هاربین، با چه سرعتی گام بر می داشتن تو فرار می کردن. خداوند به اونها گفت لا ترکضوا، فرار نکنید، وارجعوا، برگردید. این تحکم است، مسخره شون است. برگردید الی ما اترفتم، به اون جاهای خوشگذرانی خودتون، باغاتتون، ویلاهایتون، محلای خوشنشین، ما اترفتم فی و مساکنکم، برگردید به مساکنتون، لعلکم تسألون، تاکه شما سوال بشی، تسألون عما جرى علیکم، تا اینکه از شما بپرسن چی شده، لذا چرا فرار کردید. قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، اونجا اعتراف کردند که وای بر ما ظالم بودیم، ما شرک کردیم، ظلم کردیم. الله تعالی می فرماید همین اقرار را کردم وقتی که عذاب آمد، فما زالت تلک دعوام. حالا ببینید این عذاب، این ایمان دیگه معتبر نیست الان که اقرار میکنه، چون عذاب آمده. چون که حالا ایمان بالغیبی دیگه نیست، ایمان به مشاهدی هست. قبلا خداوند میگفت عذاب میاد، عذاب میاد، حالا اون ایمان به عذاب انسان باید داشته باشه که از غیب است، هنوز نمیبینه. اما وقتی عذاب میاد دیگه میبینه، ایمان بالغیب نمیشه. حالا که عذاب آمده ایمان بیاورد، دیگه ایمان بالغیب نیست. خدا چی میخواد؟ ایمان بالغیب میخواد. ایمان به چیزی که با چشم ببیند دیگه فایده ای نداره. مثل اون ایمانی میشه که وقتی که کفار را میبرن به جهنم، جهنم را میبینند توبه میکنه، بهشت را از دور میبینه توبه میکنه. این دیگه ایمان بالغیب نیست. خداوند عزوجل چه چیزی از ما بندگان انتظار دارد قبل از این که ببینیم ایمان بیاوریم. به این دلیل به اونها گفته میشد که بیایید تاش از شما بپرسیم چرا فرار میکنی. اونها گفتن یا ویلنا انا كنا ظالمین، یعنی وای بر ما، هلاکت برای ما که ما ظالم بودیم، یعنی مشرک بودیم. فما زالت تلک دعواهم، یعنی خداوند میفرماید همین تکرار میکنه، انا كنا ظالمین، انا كنا ظالمین. تلک دعواهم یعنی همین
صحبت اونهاست، جواب اونهاست، ادعای اونهاست. حتی جعلناهم حصیدا خامدین، حتی ما اونها را قرار دادیم حصیدن یعنی ریشکن. اصل حصید میگن درو را، دروی گندم را، یعنی درویشون کردیم، ریشهشون را زدیم. خامدین یعنی خاموش شدن دیگه، یعنی چراغ زندگیشون خاموش شد تمام. اونا آخر همش میگفتن انا كنا ظالمین، انا كنا ظالمین. خدا دیگه نابودشون کرد. لذا الله عزوجل میفرماید ای مخاطبان قرآن، مخاطبان رسول الله، شما ببینید که با اونها چگونه خدا برخورد کرد. شما به اون روز خودتون را نیندازید، قبل از اون توبه بکنید. بعد از این تخویف خداوند عزوجل بر میگرده به مسئله گذشته. مسئله چی بود؟ توحید بود. خدا را فقط عبادت کردن، یگانه دانستن، یگانه پنداشتن. حالا دلائلش را ذکر میکنه خداوند میفرماید که آخه ما این زمین و آسمان را خلق کردیم، همینقدر شما فکر نمیکنید چرا ما خلقش کردیم؟ خدا نمیخواد که بالاخره سرگرم بشه، علیاذ بالله نمیخواد بازی بکنه. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، آسمان و زمین را با این عظمت و ما بینشان این همه مخلوقات را لاعبین یعنی بیهوده که خلق نکردیم، برای بازی خلق نکردیم. اگر ما میخواستیم بازی بکنیم، سرگرم بشیم، لو اردنا ان نتخذ اللهو، اگر ما میخواستیم که لهوی بگیریم، سرگرمی بکنیم، لاتخذناه من لدنا، ما میگرفتیم پیش خودمون یک چیزی. یعنی چی یک چیزی؟ بعضی میگویند که اگر سرگرمی میخواستیم درست کنیم دیگه پیش خودمون، یعنی در آسمان همونجا بالاخره چیزهای درست میکردیم، نیاز نبود زمین و این همه مخلوقات و این همه کائنات اگر ما میخواستیم سرگرمی درست بکنیم. بعضی میگن لاتخذنا من لدن، یعنی پیش خود نگاه میداشتیم، به کسی علمش را نمیدادیم، خودمون میدونستیم و ما. ولی شما را همه را پیدا کردیم، درباره آسمان ها به شما گفتیم، درباره زمین به شما گفتیم، درباره مخلوقات گفتیم، فرشتگان گفتیم. پس این بیهوده نیست. این کنا فاعلین، این شرطی است. اگر ما این کار را میکردیم یعنی برای بیهودگی، برای سرگرمی، برای بیکاری پیش خودمون، نه جلوی همه خلایق. الله میفرمه بل نقذف بالحق علی الباطل، ما زمین و آسمان را چرا پیدا کردیم؟ تا اینکه اینجا حق و باطل را درست کنیم، حق و باطل را به وجود بیاوریم و به وسیله حق بر سر باطل بزنیم، به وسیله حق بر سر باطل بزنیم. ببین معمولا قذف چی را میگن؟ یه چیزی را انداختن، یک چیزی را زدن. مثلا شما یه چیز بزرگ را با یک سنگ میزنی، معمولا چیز کوچک را بر میدارن به چی میزنن؟ به چیز بزرگ میزنند. اگر کسی حیوانی را بزند یا انسانی را بزند با یه چیزی که مثلا نیم کیلو نیست، 100 گرمه سنگی مثلا باشه یا چیز تیزی باشه، 100 گرم 200 گرم هست و به اندازه اون نیست، خیلی ریز و کوچک است. اصل اصول زدن در دنیا همینه. حالا انسانها را میزنن به وسیله تیری که این تیر به اندازه یک انگشت انسانه، اما بسیار قوی هست، کیفیت داره. بعضی از مفسرین اینجا یک نکته ذکر کردن، اونم میخوام ذکر بکنم. اون نکته اینه که میگویند از اینجا معلوم میشه که خدا میفرماید ما حق به وسیله حق باطل را میزنیم. همیشه حق از نظر کمیت بسیار کمه، یعنی اهل حق زیاد نیستن، اهل باطل زیادند. چون که چیزی را به چیزی میزنند، یک چیزی کوچولو را به چیز بزرگ میزنند. اما همین کوچولو اینقدر قوی هست، اینقدر قوی هست و اینقدر
قدرت داره که همون بزرگه را چکار میکنه؟ میندازه. بالاخره یک انسانی که مثلا 80 کیلو هست، 100 کیلو هست، 2 متر قدش هست، شما به وسیله چیزی میزنید که 80 گرم هم نیست و از کنم 8 سانت هم نیست، ولی همون انسان بزرگ را از پای در میآوره، اون حیوان قوی هیکل را از پای در میاره. پس همین عرض کنم که نسبت را بین حق و باطل بدان که حق همیشه اقلیت است، باطل خیلی زیاد است از نظر کمیت بله، اما از نظر کیفیت حق چنان قوی هست، چنان قدرت دارد که بر اون باطل زیاد چی غالب است، بر باطل کثیر چی هست؟ غالب هست، پیروز هست و میتونه او را نابود بکنه باطل را. همیشه با پیامبران چند نفر ایمان آوردند؟ خیلی کم. با حضرت نوح علیه السلام 70 نفر 80 نفر، اما تمام مردم هلاک شدن، همین 70 80 نفر نجات یافتند. با حضرت لوط فقط دخترک های خودش همه هلاک شدن، همین ها نجات یافتند. پس همیشه اهل حق در اقلیت بوده و اهل باطل در اکثریت بوده. همین اقلیت از نظر کمیت بر اونها میچربیده، بر اونها غالب شده، پیروز شده. لذا حالا هم مسلمان ها اگر جمعیتشون، چون این سوره مکی هست، جمعیتشون کم باشه، بالاخره اینها چی میشن؟ فردا باطل را شکست میدن. بل نقذف بالحق على الباطل، به وسیله حق میزنیم به سر باطل که شرک باشه، فیدمغه، او را میشکند. فاذا هو زاهق، دیگه در این هنگام باطل میره، یعنی مغلوب میشه. و بعد به این اهل باطل خدا میفرماید ولکم الویل مما تصفون، برای شما هلاکت و بدبختی از اون چیزی که بیان میکنه. چی بیان میکردن؟ شرک، برای خداش اثبات شریک. وله من فی السماوات والارض، الله میفرماید که فقط و فقط برای الله. اول خواندیم که تمام خالق آسمان ها و زمین است، حالا میخوانیم مالکشون هم است، همه مال خدا هستند، خلق کرده مال خود خدا است. وله من فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است. ملکن، عبیدن، یعنی هم مملوک خدا هم بنده خدا هستند، برده خدا تمام آنهایی که در آسمان ها و زمین هستند. و من عنده، آن مخلوقاتی که نزد پروردگار هستند مثل فرشتگان، لا یستکبرون عن عبادته، آنها تکبر نمی کنن از عبادت پروردگار. ولا یستحسرون، و نه خسته می شوند، خسته هم نمی شوند. یسبحون اللیل و النهار، شب و روز اونا تسبیح و پاکی خدا می خوانند و بیان می کنند. لا یفترون، سست نمیشن تسبیح. از تسبیح گفتن ضعیف و سست، چون اصلا خستگی را نمیدونن، خواب را نمیدانند، استراحت را نمیدانند. الله تعالی چنان اونها را درست کرد. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون، حالا خدای تعالی سرزنش میفرماید بر کفار و مشرکین، شما که خدایان غیر خدا گرفتید، آیا اینا میتونن کسی را زنده کنند؟ ام اتخذوا، آیا گرفتن معبودانی بغیر از الله، من الارض، از زمین، یعنی از اهل زمین، هم ینشرون، این معبودان میتوانند دیگران را زنده کنند؟ نه، نمیتونن، خودشون عاجزند. لأن العاجز لا يصح ان يكون الها، وقتی که عاجزه چطور میتونه خدا باشه؟ چون نشر کننده، ناشر کیه؟ فقط الله هست. شما که ادعا میکنید دیگه خدایی هست، دیگه الهی هست، الله میفرماید لو کان فیهما، این همون دلیل تمانع هست، یعنی ممنوع غیر از خدا دیگه الهی باشد، خدایی باشد، معبودی باشد. اگر در این زمین و آسمان آلهه متعددی بود غیر از الله، لفسدتا، زمین و آسمان به فساد کشیده میشد.
نظام زمین و آسمان چی میشد؟ نظام زمین و آسمان فاسد میشد، مختل میشد، خراب میشد. قبلا خدمت شما دیروز در درس دیروز بود که شبیه این آیه خواندیم، خدمت شما عرض کردم که مثلا یک اله میگه که خورشید فلان ساعت طلوع بکنه، دیگری میگه نه فلان ساعت، ماه همچنین، این منطقه آباد بشه، اون دیگری میگه قحط بشه، هر یکی به سمت خودش میکشه، لذا نظام چی میشه؟ در هم بر هم میشه. ولی شما میبینی از روزی که دنیا درست شده تا به امروز و تا آینده یک لحظه، یک ثانیه پس و پیش نیست، جلو عقب نیست. نمیشه که بگه امروز به خاطر فلان معبود یک کم تأخیر، نه. معلوم میشه که وقت نظام منظم مرتب، این دلیل بر اینه که فقط یک خدا مدیریت میکنه. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در این زمین و آسمان معبودانی غیر از خدا بود، لفسدتا، این زمین و آسمان فاسد میشد، خراب میشد. فسبحان الله رب العرش، پس خدا پاک است، آن ذاتی که رب عرش است، از آنچه که مردم توصیف میکنند. برای خدا چی توصیف میکردن؟ شریکانی، پس از اون شریکان پاک است. لا یسأل عما یفعل، چنان عظمت داره این ذات پاک که سؤال نمیشه، بازخواست نمیشه از اون کاری که میکنن. کسی نمیتونه بپرسه خدا چرا این کار را کردی. اما و هم یسألون، بقیه مخلوقات مسئولا، سؤال میشوند از اونا. خدا سؤال میکنه تو چنین گفتی، تو چنین کردی، تو فلان حرکت را انجام دادی. حتی عیسی را میپرسه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، تو به مردم گفته بودی من و خود مادرم را عبادت کنید. او از بقیه میپرسه اما از او کسی نمیپرسه. ام اتخذوا من دونه آلهه، با وجود این دلایل آیا این مشرکین بازم انتخاب کردن غیر از خدا دیگه معبودانی؟ دیگران را به عنوان معبود گرفتند که شک نیست گرفتند. خب بهشون بگو دلیل بیارید. قل هاتوا برهانکم، بیاورید دلایل خودتان را برای اثبات الوهیت غیر یک الله. یک دلیلی میارید، دلیل عقلی میارید، نقلی میارید، وحی بیارید که غیر از خدا دیگه معبود نیست، دیگه معبود هست. اونا میگفتن هست، بیارید. ما که آوردیم دلیل که نیست، همین دلایل بود. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا من لدنا یا لو کان فیهما آلهة. این دلایل را ما بر یگانگی خدا آوردیم. شما حالا که ادعا میکنید نه یگانه نیست، دیگه خدا هم هست، بیارید دلیل. الله میفرماید که ام اتخذوا من دونه آلهة، آیا بجز الله دیگران را معبود گرفتن؟ قل هاتوا برهانکم، بیاورید دلایل خودتان را اگر دلیل دارید. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اما دلیل ما، ذکر و پند ما همین قرآن است. هذا ذکر من معی، پند کسانی که با من هستند، یعنی صحابه من. و ذکر من قبلی، ذکر کسانی که قبل از من هستند. این در این قرآن همه این دلایل هست. چنانچه در همین صفحه 2-3 تا دلیل خواندیم بر وحدانیت. شما دلیل بیاورید، اونا دلیل ندارند، پس چرا غیر خدا را پرستش میکنه؟ خدا میفرماید بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه حقیقت اینه که اکثرشان نمیدانند. لا یعلمون الحق، حق را، توحید را نمیدانند. فهم معرضون، به همین دلیل که علم ندارند، جاهل هستند، از توحید روی گردانند. حالا ما در این آیات دلائل عقلی خواندیم، دلیل تمانع که یکی از دلایل قوی هست، و دلیل منطقی ما به شکل منطقی برای شما نگفتیم، شما در منطق خواندید. اگر در این عالم خدایانی بغیر از خدا بود، در عالم فساد ایجاد می شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در عالمی که ما می بینیم و ما داریم هیچ نوع اختلال و فسادی وجود
ندارد. همه کارها روی نظم است، شبش، روزش، طلوع خورشید، غروب خورشید، ما همه روی یک حساب خاص، روی یک نظم خاص. روز را میاره، شب را میاره، حساب، هفته، روز، ماه، سال، همه منظم. پس ثابت شد که فساد نیست. وقتی فساد نیست پس آلهه‌ای غیر از خدا هم نیست. اینا دلایل چیه؟ عقلی. حالا دلیل نقلی میاره از انبیاء گذشته. هرچی پیغمبر بودن از آدم گرفته تا عیسی قبل از رسول الله، همه اینها همین دعوت را دادند. و ما ارسلنا من قبلک من رسول، ما نفرستادیم قبل از شما هیچ رسولی، الا نوحی الیه، مگر وحی کردیم به سوی او، وحی می کردیم انه لا اله الا انا، این مضمون را که هیچ معبودی نیست به جز من خدا، فاعبدون، فقط مرا عبادت کنید. به همه انبیا همین وحی را فرستادیم. حالا انبیا هم پس تعلیماتشان، کتابهایشان دال بر این مطلب است. این مطلب را اثبات میکنه. برید تو تورات همینه، در انجیل همینه، در صحیفه های گذشته همینه. ولی شما که میگید غیر خدا دیگه خدا هست، دلیل شما چیه؟ اونا دلیل نداشتن، اما میگفتن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، علیاذ بالله، میگفتن رحمان برای خودش فرزند انتخاب کرده، متبنا گرفته. مثلا ملائکه را فرزندان خدا میگفتند، عیسی و عزیر را میگفتند، دیگه اولیاء الله را نائبان خدا. الله میفرماید این ملائکه فرزند نیستن، بل عباد مکرمون، اینا بندگان معزز خدا هستند، بنده اند. عباد کسی که خدا راضی باشد. و هم من خشیته مشفقون، همه از خشیت الهی میترسند. یعنی از الله عزوجل، از بس خشیت خدا بر این فرشتگان غالب است، از خدا میترسن. اونا جرأت سفارش ندارن مگر اینکه خدا خودش بگه. و من یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم. الله میفهم با وجود اینکه اینا فرشتگان معزز، مکرم، تابع فرمان الهی را دارند، همه فرشتگان و انبیا، هر کسی از همین بندگان، چه فرشته چه غیر فرشته، بگه که انی اله، من معبودم من دونی بغیر از الله، اون وقت فذلک نجزی جهنم، ما او را چیکار میکنیم؟ پاداشش را در جهنم میدیم، جهنم را به عنوان جزا میدیم. کذالک نجزی الظالمین، ما هر ظالم و مشرکی را اینطور پاداش میدیم. یعنی این کی میتونه بگه من اله هستم؟ کی جرأتش را داره؟ این شما مشرکین که جرأت کردید این و اون را اله میدانید. پس الله عزوجل ذکر فرمودند که شما که میگی معبود، آخه این معبود کیه؟ بیارید اثبات کنید، بیارید با عقل، با نقل، با دلیل. ندارید دلیل، پس فقط روی عناد و تعصب هستید و لا غیر، چیزی دیگه وجود نداره. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. خداوند عزوجل دلیلی دیگه ذکر می فرماید، دلیل دیگری برای آسمان و زمین و آبادی آسمان و زمین. البته درباره تفسیر این آیه اختلاف است، من هر دو تا تفسیر را میگم. اول اینکه اولم یر الذین، آیا همین انسان ها نمی بینند که ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان ها و زمین چی بودند؟ بند بودند. یعنی یه زمانی ما می بینیم آسمان و زمین بسته، نه از آسمان چیزی میبارد، نه از زمین چیزی میروید. گویا درها را، منافذ را همه را بستن، سوراخ سنبه ها را بستن، نه از آسمان قطره میریزد، نه از زمین جوانه میروید. میبینید گاهی اینطور میشه، چندین ماه هست هم آسمان درش بسته هم زمین. ففتقناهما، ما ایم که چیکار میکنیم؟ باز میکنیم. چطور باز میکنیم؟ یعنی باران میبارانیم، زمین هم
دهنش باز میشه، تمام سبزیجات و بهار از زمین بیرون میاند. این یک تفسیر. و بعد وجعلنا من الماء كل شيء حی، از آب هر چیزی را ما زنده نگه داشتیم. یعنی هر حی را، البته اینم دو معنی داره. یکی اینه که سبب حیات تمام موجودات همین آب اگر نباشه میمیرند همه. شما ببینید در جاهایی که آب نیست کسی زندگی نمیکنه، هیچ حیاتی وجود نداره. جایی که آب نیست کویر 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 هست، اونجا حتی پرنده ای نمیبینی که پر بزنه، اونجا خزنده ای نمیبینی، اونجا چرنده ای نمیبینی، اونجا نه حیوان وحشی میبینی، نه اهلی میبینی، نه انسان میبینی که زندگی بکنه. توی کرات نگاه کنید، کرات دیگر که بعضی ها انسان ها پا گذاشتن مثل کره ماه، مریخ و غیره، اونجا چون آب نیست هیچ کسی زندگی نمیکنه. آب سبب حیات است. یک تفسیرش اینه. یک تفسیر دیگه اینه که ما از آب هر چیزی را درست کردیم. هر چیزی را زنده کردیم از چی؟ از آب. منظور اینه که عرض کنم انسان هم از قطره منی از آب درست شده، حیوان هم از آب درست. هر حی و حیوان را از آب پیدا کردیم. چنانچه در جای دیگه میفرماید والله خلق كل دابة من ماء، هر موجود زنده را از چی خلق کردیم؟ از آب. پس نطفه هم نوعی آب هست. اما یک تفسیر دیگه این هست که زمین و آسمان این که بند بودند از نظر باران، نه، کانتا رتقا ففتقناهما، این اشاره به ابتدای آفرینش است. اشاره به چی هست؟ ابتدای آفرینش. یعنی زمین و آسمان و عرض کنم که این ستاره ها و سیاره ها همه یک مخلوق بسته بود. کانت رتقا یعنی چه؟ مخلوق بسته بود. ففتقناهما، ما همه را از همدیگه چی کردیم؟ جدا کردیم. همه را از همدیگه جدا کردیم و زمینی درست کردیم، خورشیدی درست کردیم، آسمانی درست کردیم. به این معنی. پس این اشاره به آفرینش ابتدایی دارد، اشاره به باران و آبادی زمین ندارد. به همین خاطر عجیب اینه که این تفسیر با اون چیزی که دانشمندان امروز میگویند هم شناسان میگویند. یهو یک انفجاری شد. این انفجار سبب شد که هر یکی به یک گوشه‌ای بیفته. اینجا زمین درست بشه، اونجا آسمان درست بشه، اونجا مریخ درست بشه، اونجا عطارد درست بشه، اونجا مشتری و زحل درست بشه، هر یکی یک جای. امروز همین را میگویند. این نظر جدیدشون از نظر قدیم نیست. لذا اون چیزی که اونها میگویند گویا در قرآن اشارهش آمده. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم 15 قرن پیش این را گفته. شما امروز به این نتیجه رسیدید اگر این تفسیر درست باشه. پس بر اساس این تفسیر میشه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، آیا اینهایی که کفر کردن نمیدانند؟ لم یرو یعنی لم یعلم، نمیدانند که آسمان و زمین کانت رتقا، یعنی یک بسته بود، یک توپ بسته بود. ففتقناهما، ما از هم دیگه اونها رو چی کردیم؟ جدا کردیم. و بعد که جدا کردیم در این زمین چون قرار هست شما انسان، قرار بود شما انسان ها و حیوانات و جنات زندگی کنید، در این زمین آب گذاشتیم. به همین خاطر در کرات دیگری که اونجا کسی زندگی نمیکنه خدا آب نگذاشته، اینجا چه آب زیادی گذاشته. و جعلنا من الماء كل شيء حی، قرار دادیم از آب هر چیزی را سبب حیات، آب را سبب حیات هر چیزی. افلا یؤمنون، باز هم اینا به توحید من ایمان نمی آورن. آیا از خدایان کسی نقش داره؟ نقش داشته میتونه این کار را بکنه؟ و بعد
زمین را که درست کردیم چه میخای زدیم که زمین تکان نخوره. و جعلنا فی الارض رواسی، و قرار دادیم در زمین میخایی که ان تمید بهم، که تکان نده، یعنی تکان نخوره برای انسان ها. و جعلنا فیها فجاجا، و قرار دادیم در زمین فجاج یعنی راههای گشاده، فجاجا سبلا ای مسالک واسعه، راههای گشاده، لعلهم یهتدون، تاکه به مقصود برسند، هدایت بشن یعنی به هدفشون برسند. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و آسمان را قرار دادیم یک سقف محفوظ. ببینید قبلا این را من چند بار توضیح دادم. آسمان سقفی هست، اما سقف محفوظ که سبب حفاظت ما هست. حالا مراد از آسمان چیه؟ بسیاری میگویند که هر چی که بالای سر ما هست آسمان، کل ما علاک سما. مراد از این سما همون فضا هست. چی هست؟ فضا هست. خدای عزوجل فضای بالای سر ما را، فضای بالای سر ما را سبب حفاظت ما قرار داده. این را هم دانشمندان جدید میگویند، ستاره شناسان میگویند، اما قرآن قبلا گفته. میگویند هر شیئی وقتی که از بالا میاد و متوجه زمین میشه که خطرناک هست برای زمین، سبب نابودی زمین میشه، شهاب سنگی هست، چیزی دیگه هست، ستاره دنبالداری، هر چی که هست، وقتی که به سمت زمین می آید، خدای عزوجل در این فضا بالای زمین جوی قرار داده که این جو هر چی که بیاد تحلیلش میکنه، ذوبش میکنه. حالا شهاب سنگ ها با قطر چند کیلومتر می آیند، یعنی یک شهابی می آید مثلا چند کیلومتر فقط ضخامتش هست، چند کیلومتر، که این بیاد اگه به زمین بخوره زمین را زیر رو میکنه. اما خدای تعالی این فضای بالای سر ما را که آسمان ما هست، کل ما علاک سما، این را سبب حفظ قرار داده. اینجا وقتی که میاد در اون فضا و یماغ قرار میگیره، ذوب میشه، متلاشی میشه، تکه تکه میشه و به اندازه سنگریزه ها شاید تو زمین بیفته و تو دریاها بیفته، چیزی دیگه باقی نمیماند. پس الله تعالی آسمان را چی گذاشته؟ به این معنی سقف محفوظ. و هم عن آیاتها موردون، اما این مشرکان از آیات الهی نمیفهمن، اینا را اعراض کننده هستند. حالا الله عزوجل آیات دیگری ذکر می‌فرماید: و هو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر، الله آن ذاتی است که آفرید شب را، روز را، خورشید را، ماه را، همه اینها را الله آفرید. کل فی فلک یسبحون، هر یکی در فلک خودش سیر می کند، یعنی هر یکی در مدار خودش در حال حرکت است. و اینکه اونها گفتن که چرا ایشون بشر هست، فردا میمیره، فوت میکنه، نتربص به ریب المنون، خدا میفرماید مگه کدوم بشر زنده مانده که شما بمانید؟ و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما قرار ندادیم برای هیچ بشری قبل از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم خلود را، دوام را، همیشه ماندن در زمین را. افئن مت، آیا این که شما بمیرید، فهم الخالدون، اون دشمنان شما همیشه میمانند؟ این حماقت است که انسان برای مردن دشمنش خوشحال بشه. مگه دشمن که بمیرد ما میمانیم؟ نه. لذا الله تعالی میفرماید، اونا میگفتن نتربص به ریب المنون، ما برای پیغمبر حادثه مرگ را منتظر میشیم، مگه خود شما میمانید؟ شما قبل از پیغمبر رفتید، خیلی ها. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت هست، چه صالح باشه چه طالح، چه پیغمبر باشه چه امتی. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما را میازماییم خلاف مزاج، یعنی با فقر،
با مریضی. و نبلوکم بالشر والخیر. خیلی ها هستند، خیلی مسائل که خلاف طبع ما هستند، بسیاری از مسائل موافق طبع ما هستند. با مخالف و موافق ما را می آزماید خدا، با نعمت و نقمت، با مصیبت و خوشی. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه به منظور امتحان. و الینا ترجعون، و به سوی ما شما برگردانده می شوید. و اذا رآک الذین، ببین این همه دلائل قوی برای اثبات، ولی اینها بعضا منکر. هرگاه تو را ببینند ای پیامبر، کسانی که ببینند این یتخذونک الا هزوا، شما را نمیگیرن مگر به بعد مسخره میگیرن، مسخره تو میکنند. و چی میگویند؟ هذا الذی یذکر آلهتکم، آیا این همون شخص نیست که درباره خدایان شما سخن میگوید، یادشون میکند، به بدی یاد میکند؟ حالا از شما ناراحتن که چرا آلهه اونها را به بدی یاد میکنی، در حالی که خود اونها چی؟ و هم به ذکر الرحمن هم کافرون. اونها نسبت به یاد پروردگار، یعنی یاد پروردگار چیه؟ قرآن است، خودشون نسبت به قرآن کتاب خدا منکرند، کافرند، کافرون. اما از شما ایراد میگیرند چرا منکر خدایان باطل اونها هستید. این که کلام خداست، خود شما منکر این هستید. خلق الانسان من عجل، اینا باز عجله میکردن، میگفتن خود زودتر عذاب بیار اگر ما بر باطلیم. کی عذاب تو میاد ای محمد؟ الله میفرماید خلق الانسان من عجل، انسان از ماده تعجیل آفریده شد، یعنی خداوند در فطرت انسان عجله را گذاشته. و یدعو الانسان بالشر دعاه بالخیر، حتی در باب شر مثل خیر عجله دارد. سوریکم آیاتی، ان قریب من آیات خودم را و نشانات دال بر قدرت خودم را به شما نشان میدم، فلا تستعجلون، عجله نکنید. اما اونا عجله داشتن، چی میگفتند؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده کی هست اگر شما راست میگی واقعا عذابی هست؟ عذاب کی هست؟ الله میفرماید لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار. خداوند همونطور که در گذشته عرض کردم کیش را نمیگه، کیفش را میگه، یعنی زمانش را بیان نمیفرماید، چیش را بیان میفرماید؟ کیفیتش را. شما نپرسید کی هست، شما بپرسید به چه کیف هست، به چگونه هست. خدا میفرماید وقتی که اون عذاب بیاید آتش میزنه، بر چهره شما میزنه، پشت شما هم میزنه، شما نمیتونید جلو آتش را بگیرید. آیا فقط همین دو جا را میسوزاند؟ نه، همه جا را میسوزاند. اما این دو جا را خدا ذکر میکنه، وجوه و دیگه ظهور. چرا؟ چون چهره مظهر نمایش، مظهر زیبایی انسان است. یک انسانی که زیبا هست از روی چهره، چه چشمان خوبی داره، بینی، عرض کنم گونه ها، لب، سفیدی پوست، همه زیبایی انسان در کجاست؟ در چهره هست.